سلام عزیزای دل، وقت شما بخیر. امیدوار هستم که خوب و خوش و صحت و سلامت باشین. روزا و نماز همگی شما قبول درگاه حق باشه. خوش آمدین به ویدیوی جدیدم. بعد از در مدتا میمان خانه های شما شدم. اشته هستین دوستای عزیز، خوبیم؟ انشالله که صحتمند باشین. من شکر خوبم، یکم مصروف بودم به می خاطر نشد که ویدیو بگیرم پشت سرم پست کنم. امروز قراره که تیرامیسو درست کنم برای افطار، چون مهمان دارم، خواهرم میای خونه. به خاطر خواستم ویدیو خود شما به اشتراک بگذارم. تیرامیسو البته چند مدل تیرامیسو داریم عزیزان. تیرامیسو با کرم پسته درست میکنم که یک شیشه کرم پسته گرفتم و بزی بسکوت ها ضرورت دارم. بسکوت های مخصوص تیرامیسو بسکوت های ایتالیاییه. خامه 2 قوطی، ماسکارپونه 1 عدد یا 250 گرم، شیر اصلی، ما بزینو شیر اصلی میگیم 1 قوطی، پودر قند 1 گلاس و پودر که خامه سفت میکنه 2 عدد. 2 عدد از این پودر خامه میرسه. همه مواد داخل ظرفی که قرار میکس شه با هم دیگه، همه مواد میریزم و میکس کنه روشن میکنم که با هم دیگه میکس شه. خیلی راحت و آسونه. به 4-5 دقیقه میتونیم یک دسر خوشمزه و عالی آماده کنیم و از میمونه خوب پذیرایی کنیم. 2 عدد خامر اضافه کرد، اون مقدار کم به هم بخوره. بعد از اون نوبت اضافه کردن پودر خام و پودر قند و شیر اصلی و ماسکارپونه میرسه. ظرفی هم که انتخاب کردم این عزیزا یکم خودتر، چون زیاد نیاز نیه، برای 4-5 نفر درست میکنم. باز شما اگه دوست داشتین میتونین که ظرف خوب بزرگتر انتخاب کنیم و مواد لازم هم بیشتر انتخاب کنیم. پودر قند اضافه کردم و دوباره به هم میزنم. البته کم به هم زدم و آل پودر قند اضافه کردم. دوباره به هم میزنم که خامه یک کم خود سفت کنه و بقیم. همیته که میبینین کم خامه سفت شده، الان نوبت اضافه کردن 2 پاکت پودر خامه رسیده. این هم به خاطر سفت شدن خامه که خوب خامه سفت میشه و باید سفت هم باشه. دوباره ماشین روشن میکنم که تا اینا با هم دیگه مخلوط شه. امیته که میبینین خامه کاملا سفت شده، الان نوبت اضافه کردن ماسکارپونه رسیده. عزیزان ها گفتن نمونه که از این ماسکارپونه بگیرین که عکس تیرامیسو رو اینه، چون چند مدل ماسکارپونه اشتباه نگیرین که خامه شما خوشمزه در نمیاد. این قوطی رو کلا اضافه میکنم و دوباره به هم میزنم. شیر اصلی را اضافه کردم، دوباره ماشین روشن میکنم و به هم میزنم. آخری مرحله عزیزا خلاص شد. به هم میزنم و بعد از اون شروع میکنم به لابلا بسکوت خامر به هم دیگه به هم میزنم. بعد از اون شروع میکنم به لابلا بسکوت مخصوص تیرامیسو و خامه و در آخرم کرم پستر بروی میرسم. البته 1 ساعت مقدار داخل یخچال. خب عزیزا شیر اصلی را اضافه کردم، دوباره به هم میزنم خامه تا همه با هم دیگه مخلوط شه. این هم از خامه که آماده کردم. سکنه کشته خوب خامه سفت و فرمدار شده. کاملا خامه ما آماده شده عزیزا. الان شروع میکنم به بسکوت ها. لابلا بسکوتی که انتخاب کردم، بسکوت مخصوص تیرامیسو و خامه همه با هم لابلا میگذارم. البته لای اول و دوم بسکوت خودی شیر یک کم تر میکنم و دیگه نمیکنم، چون این بسکوت زودی له میشه. به می خاطر 1 لایه یا 2 لایه بسکوت تر میکنم، دیگه نیاز نیه که تر کنی.
امیته که به شما گفتم یک لایه بسکوت تر کردم و لایه دوم هم تر میکنم. خودی شیر، البته کم شیر داخل ظرف ریختم. انال از خامی که آماده کردم اضافه میکنم برو بسکوتو. خیلی راحت و آسون و خیلی هم مجلسی و خوشمزه. حتما آماده کنی به این ماه مبارک رمضان. بعد از غذا خودی فامیلا خون نوش جان کنی. البته عزیزانو گفته نمونه که من طرز تی خام زیاد تیار کردم. به ویدیو قبلی خود میتونیم بریم ویدیو قبلی من نگاه کنیم. چند مدل دسر و خامه تیار کردم، میتونیم نگاه کنیم. حتی همین خامه ما میتونیم برای کرم رول هم استفاده کنیم. به ترتیب امتخامه میزنم و بسکوت. شما هم همیت انجام ده می کاره که من میکنم. قشنگ خامه رو بسکوت ها صاف میکنه و لایه دوم بسکوت مقصارم. این هم از لایه دوم بسکوت که چیندم. گفتم همیت دوباره لایه دوم من خودی شیر تر کردم و لایه سوم و چهارم تر نمیکن، چون عزیزا خامه خودی هرچی نگی بالاخره آب داره. باز خیلی تیرامیسو شما خمیر میایی یا له میشه. به می خاطر نیاز نیه به سوم و چهارم که ما بسکوت تر کنیم. به می ترتیب می ادامه میدم عزیزا. لابلا بسکوت و خامه میچینم. ویدیو می طولانی بره شما نشه، خسته کن نشه و بعد از او در آخر بره شما نشون میدم. لای آخر بسکوت رنقدشتون و خامه زدم. البته ظرفم هم یک کم خورتکه که مشکل نیه. بعد از او اینا رو مقدارم به داخل یخچال روی پلاستیک کش میکنم. مقدار به یخچال به مدت 1 ساعت تا 2 ساعت و در آخرم کرم پسترم که گفتم. البته سفت باید سرگاز بخزن یک کم واشه یا ملایم تر شه. بعد از او اضافه میکنم به رو تیرامیسو خوب. این هم بود از تیرامیسوی خوشمزه و عالی. و به یک پاکت بسکوت تونستم یک پاکت دیگه اضافه آمد. یک تیرامیسوی برای 5-6 نفر آماده کنم و از مهمونا خود پذیرایی کنم. از خامه هم نگفته نمونه زیاد آمد. یک کم کرم رول هم عزیزا آماده میکنم. البته خامی و همی خامه فقط خمیری رو برای شما نشون میدم و یک ویدیو دیگه هم برای شما میگیرم که او ویدیو منم نگاه کنین، کرم رول آماده کنین، لذت ببریم از ویدیوامه و خسته کنم برای شما تموم نشه. خوشحالم میشم که لایک کنین، کامنت کنین و با دوستا خوب به اشتراک بگذارین. رو ظرف پلاستیک کش کردم. انال مقدارم با مدت 1 ساعت به داخل یخچال. بعد از 1 ساعت کرم پستر اضافه میکنم. خب عزیزا، همیته که دیدیم به ترتیب کل دسر برای شما که نشون دادم یا مو تیرامیسو رو آماده کردم و رسیدیم به مرحله آخره و که کرم پستر گذاشتم کمی گرم شه. بعد از اون ریختم روی تیرامیسو یا روی مو بسکوت یا مو خامه. این هم بود از تیرامیسوی خوش رنگ خوشمزه که آماده کردم. خیلی مقبول. کمی پستن روی و ریختم. اگه دل بخوای دوست داریم برزیم، دوست نداشتیم نرزیم. خدا کنه از این ویدیویی که گرفتم خوش شما آماده باشه. شما هم حتما آماده کنین و لذت ببرین. منتظر نظریات نیک شما در بخش اگر از ویدیو خوش شما آمد خوشحال میشم از اینکه لایک کنین، کامنت کنین و با دوستا خوب به اشتراک بگذارین. تا ویدیوی بعد شما رو به الله مهربان میسپارم. شب و روز خوب خوشی بر شما خانم. روزه و نمازها همگی شما قبول باشه عزیزای دل.